باز هم داری فکر میکنی؟ باز هم داری با خودت حرف میزنی؟ صبح که بیدار میشی، شب که نمیتونی بخوابی، رانندگی میکنی، دستشویی میری، میایستی تا چراغ قرمز عوض بشه و همه چیز شروع میشه. یه صدا، یه داستان، یه تحلیل، یه قضاوت، یه دعوای بی پایان با خودت. این جنگ نیست، این باطلاقه. و مهمتر از همه فکر کردن مشکل نیست. مشکل فکر کردن درباره فکر کردن است. اینجا دیگه نیازی به مبارزه نیست. فقط باید یه راه ساده و قطعی رو بدون کلی شرط و قید اجرا کنی. اینجا فقط و فقط درباره عمله، نه تئوری. اینجا فقط و فقط درباره رهایی، نه توضیح. فصل 1، اولین قدم. انسان‌ها با دو نوع فکر زندگی می‌کنند. فکر ابزاری که به مشکل حل می‌کنه و فکر بیماریزا که خودش مشکله. باطلاق فکر از همین جاست. وقتی داری برای یه پروژه طرحی طراحی می‌کنی، وقتی داری مسیر حرکتت رو به سمت مقصد مشخص می‌کنی، وقتی داری تصمیم می‌گیری چه واکنشی نشون بدی، اینها فکر ابزاری‌ان. این فکر بهت خدمت می‌کنه. اما وقتی داری شب بیدار میشی و دوباره همون صحنه رو توی ذهنت تجربه میکنی، وقتی داری از جلوی یه صحبت عمومی ترسیده 1000 بار سناریوی شکست رو پخش میکنی، وقتی داری بعد از یه سکوت ساده 10 داستان از نظر دیگران درباره خودت میسازی، این دیگه فکر ابزاری نیست، این فکر بیماریزاست. این فکر تو رو به تعطیلی میکشه. این فکر دشمن داخلی است که لباس دوست پوشیده. فکر بیماریزا 3 نشانه داره: تکرار بیپایان، عدم حل شدن و ایجاد احساس تهدید. اگر داستانی داخل سرت 2 بار یا بیشتر اجرا شده، دیگه کاربرد نداره، فقط مزاحمه. این فکر جواب نمیده، فقط سوال تولید میکنه. این فکر به جای حل کردن مشکل میسازه. این فکر مثل یه حلقه بی پایان میچرخه و تو رو در جا نگه میداره. این فکر به جای حرکت به جلو تو رو به عقب میکشه. این فکر مثل یه موتوریه که گاز میده اما دنده به عقب است. مصرف میکنه، صدا در میاره اما جابجا نمیشه. اولین قدم توقف فرار است. اولین قدم توقف هجوم است. اولین قدم توقف واکنش است. اولین قدم توقف و آغاز مشاهده است. شما وقتی دارید فکر می کنید، مثلا دارید نگرانی تولید می کنید، یا دارید پشیمونی می کشید، یا دارید ترسیده رفتار می کنید، در اون لحظه بیشتر مردم 2 کار انجام میدن. یا فرار میکنن یا جنگ میکنن. فرار به این شکله: میگن دیگه نمیخوام درباره این فکر کنم. میگن بیا یه کار دیگه بکنم. میگن بیا یه چیز دیگه ببینم. میگن بیا موزیک گوش بدم. میگن بیا فیلم ببینم. میگن بیا با کسی چت کنم. اینها فرارن و فرار کار نمیکنه، چون فکر بیماریزا مثل یه جراحه. اگر فرار کنی، جراح دنبال تو میاد. جراح صداش رو به گوش تو میرسونه. جراح بویش رو به مشام تو میرسونه. جراح وجودش رو به تو یادآوری میکنه. فرار فقط زمان رو عوض میکنه، شرایط رو عوض نمیکنه. پس فرار راه حل نیست. حالا بیایید سراغ نوع دوم بریم: جنگ. بعضی‌ها وقتی دارن فکر میکنن، شروع به جنگ با فکر میکنن. میگن نه، این فکر درست نیست. میگن من نباید اینجوری فکر کنم. میگن من باید مثبت فکر کنم. میگن من باید قوی باشم. میگن من باید این فکر رو از بین ببرم. اینها جنگن. و جنگ هم کار نمیکنه، چون وقتی با فکر میجنگی بهش انرژی میدی. وقتی با فکر میجنگی تمرکزت رو بهش میساری. وقتی با فکر میجنگی در حال تایید کردن اهمیت فکر هستی. و وقتی به فکر اهمیت بدی، فکر بیشتر تقویت میشه. پس جنگ هم راه حل نیست. پس چی راه حل است؟
راه حل توقف فرار است. راه حل توقف جنگ است. راه حل توقف و مشاهده است. راه حل پذیرش واقعیت بدون پذیرش نتیجه است. شما میتونید بگید من دارم فکر میکنم. شما میتونید بگید من دارم نگرانی تولید میکنم. شما میتونید بگید من دارم ترسیده رفتار میکنم. شما میتونید بگید من دارم داستان میسازم. و در همون لحظه بدون هیچ چیز دیگه فقط با این آگاهی فکر ضعیف میشه. فقط با این آگاهی فکر متوقف میشه. فقط با این آگاهی فکر دیگه کنترلتو نمیکنه. اینجا شما یه انتخاب داری. میتونی ادامه فکر بیماریزا رو بدهی یا میتونی به فکر ابزاری سویچ کنی. میتونی بپرسی این فکر به من کمک میکنه یا مزاحم من میشه. میتونی بپرسی این فکر به من انرژی میده یا انرژی من رو میگیره. میتونی بپرسی این فکر من رو به جلو میبره یا به عقب میکشه. میتونی بپرسی این فکر من رو تقویت میکنه یا تضعیف میکنه. و وقتی جواب این سوالات رو دادی دیگه نیازی به جنگ یا فرار نیست. در اون لحظه تو یه تصمیم عاقلانه میگیری. در اون لحظه تو یه انتخاب آگاهانه میکنی. در اون لحظه تو داری رهبری ذهنت رو به دست میگیری. شما میتونید در هر لحظه با یه نفس عمیق و یه جمله ساده تمام سالهای فرار و جنگ رو متوقف کنید. فقط کافیه بگید من دارم فکر میکنم. فقط کافیه بگید من دارم نگرانی تولید میکنم. فقط کافیه بگید من دارم ترسیده رفتار میکنم. فقط کافیه بگید من دارم داستان میسازم. شما میتونید در هر لحظه رابطتون با فکر رو عوض کنید. شما میتونید در هر لحظه از برده به مالک تبدیل بشید. شما میتونید در هر لحظه اولین قدم رو بدارید. این قدم قدم توقف فرار است. این قدم قدم توقف جنگ است. این قدم قدم شروع مشاهده است. این قدم قدم شروع آزادی است. فصل 2. دومین قدم. مشکل اینه که به فکر خودت هویت میدی. فکر میکنی فکر تو نیستی. فکر یه فراینده، یه رویداده، یه پدیده عارضیه. وقتی این رو تشخیص میدی، قدرت فکر از بین میره. شما هر روز صدها بار به فکر چسبیده اید. هر بار که یه فکر میاد، شما فکر میکنید که اون فکر مال شماست، که اون فکر بخشی از شماست، که اون فکر باید شنیده بشه، باید بهش رسیدگی بشه، باید باهاش مذاکره بشه، باید باهاش مبارزه بشه. اینجا مشکل شروع میشه. شما به جای اینکه فکر کنید، تبدیل به فکر میشید. شما به جای اینکه فکر رو تجربه کنید، فکر میشید. این تفاوت چیه؟ تفاوت اینه که وقتی فکر میکنی، فکر مال تو نیست، فکر از کنارت عبور میکنه. وقتی تبدیل به فکر میشی، فکر مال تو میشه، فکر تو رو مال خودش میکنه، فکر تصمیم میگیره که چه کاری باید بکنی، چه حرفی باید بزنی، چه احساسی باید داشته باشی. اینجا دیگه شما نیستی، فکر هست. دو نوع توجه داریم، توجه انعکاسی و توجه آگاهانه. توجه انعکاسی وقتیه که بدون وقفه به داستان فکری خودت گوش میدی. مثلا داری راه میری، یه فکر میاد، من هیچ کاری بلد نیستم، همه چیزم برباد رفته. و تو شروع میکنی به گوش دادن به این داستان، شروع میکنی به تاییدش کردن، شروع میکنی به تکرارش کردن، شروع میکنی به باورش کردن. اینجا دیگه تو نیستی، داستان فکریه که داره تو رو هدایت میکنه. این توجه انعکاسیه. این توجه انعکاسیه که باعث میشه استرس، اضطراب، افسردگی، ترس، خشم، حس گناه و همه این چیزها رو تجربه کنی، چون تو داری به یه داستان گوش میدی و اون داستان رو واقعیت میدونی. اما توجه آگاهانه چیه؟ توجه آگاهانه وقتیه که متوجه میشی داری فکر میکنی بدون قضاوت و بدون چسبیدن.
یعنی یه فکر میاد من هیچ کاری بلد نیستم، همه چیزم برباد رفته و تو فقط میبینی که این فکر اومده. نه باهاش موافقی، نه باهاش مخالفی، نه سعی میکنی اون رو تغییر بدهی، نه سعی میکنی اون رو حذف کنی. فقط میبینی که اومده و میره. این توجه آگاهانه است. این توجه آگاهانه است که باعث میشه فکر قدرتش رو از دست بده. چون وقتی تو فقط میبینی که فکر اومده و میره، فکر دیگه نمیتونه روی تو تأثیر بذاره. فکر دیگه نمیتونه تو رو کنترل کنه. تمرین اینجاست. هر وقت متوجه شدی داری فکر میکنی، فقط بگو متوجه شدم دارم فکر میکنم. این جمله فکر رو از هویت تو جدا میکنه و قدرتش رو از بین میبره. این جمله یه ابزاره، یه تکنیکه، یه راهه برای اینکه تو از فکر جدا بشی. وقتی میگی متوجه شدم دارم فکر میکنم، یعنی داری به خودت میگی من فکر نیستم، من چیزی هستم که متوجه فکر میشه. این تفاوت چیه؟ تفاوت اینه که وقتی میگی من فکر میکنم، یعنی داری فکر رو به عنوان بخشی از هویتت میپذیری. وقتی میگی متوجه شدم دارم فکر میکنم، یعنی داری فکر رو به عنوان یه رویداد جدا از هویتت میشناسی. این تفاوت بین شناسایی و آگاهیه. شما الان یه تمرین ساده انجام بده. 1 دقیقه فقط به نفسگیری تمرکز کن. نفس بکش، نفس بده. فقط نفس بکش، نفس بده. حالا چی میبینی؟ میبینی که فکر میکنی. فکر میکنی این تمرین بیفایده است، یا من نمیتونم تمرکز کنم، یا این چه ربطی به مشکلم داره. این فکرها میآیند. حالا چی کار میکنی؟ معمولاً شما 3 تا کار میکنید. یا با فکر موافق میشید، یا با فکر مخالف میشید، یا سعی میکنید فکر رو حذف کنید. هر 3 تا اشتباهه، چون هر 3 تا باعث میشه فکر قدرتش رو حفظ کنه. شما باید چه کار کنید؟ فقط بگو متوجه شدم دارم فکر میکنم. فقط اینو بگو، نه بیشتر نه کمتر. فقط اینو بگو. این تمرین رو هر جا میتونی انجام بده. وقتی داری میخوری بگو متوجه شدم دارم فکر میکنم. وقتی داری راه میری بگو متوجه شدم دارم فکر میکنم. وقتی داری کار میکنی بگو متوجه شدم دارم فکر میکنم. وقتی داری با کسی حرف میزنی بگو متوجه شدم دارم فکر میکنم. این تمرین رو تکرار کن، تکرار کن، تکرار کن تا وقتی که این تمرین تبدیل بشه به یه عادت، تا وقتی که این تمرین تبدیل بشه به یه رفتار خودکار، تا وقتی که این تمرین تبدیل بشه به یه بخشی از وجودت. وقتی این تمرین رو تکرار می‌کنی، چی اتفاق میفته؟ فکر دیگه نمیتونه تو رو فراموش کنه. فکر دیگه نمیتونه تو رو گول بزنه. فکر دیگه نمیتونه تو رو کنترل کنه. چون تو داری فکر رو میبینی. تو داری فکر رو تشخیص میدی. تو داری فکر رو از هویتت جدا میکنی. اینجا دیگه فکر ضعیف میشه. اینجا دیگه فکر قدرتش رو از دست میده. یه مثال بزنم. فرض کن یه نفر داره با ماشین رانندگی میکنه. ناگهان یه فکر میاد من تصادف میکنم. حالا این نفر چی کار میکنه؟ معمولاً 2 تا کار میکنه. یا این فکر رو جدی میگیره و استرس میگیره، یا سعی میکنه این فکر رو از ذهنش دور کنه. هر 2 تا اشتباهه، چون هر 2 تا باعث میشه فکر قدرتش رو حفظ کنه. شما باید چه کار کنید؟ فقط بگو متوجه شدم دارم فکر میکنم. فقط اینو بگو، نه بیشتر نه کمتر. فقط اینو بگو. وقتی اینو میگی، فکر دیگه نمیتونه تو رو تحت تأثیر قرار بده. فکر دیگه نمیتونه تو رو استرس بده. فکر دیگه نمیتونه تو رو از رانندگی منحرف کنه. این تمرین رو تکرار کن، تکرار کن، تکرار کن تا وقتی که این تمرین تبدیل بشه به یه عادت، تا وقتی که این تمرین تبدیل بشه به یه رفتار خودکار، تا وقتی که این تمرین تبدیل بشه به یه بخشی از وجودت. وقتی این اتفاق افتاد، فکر دیگه نمیتونه تو رو کنترل کنه. فکر دیگه نمیتونه تو رو تحت تأثیر قرار بده. فکر دیگه نمیتونه تو رو از مسیرت منحرف کنه.
شما الان یه انتخاب داری، یا ادامه میدی به این روش قبلی یا تغییر میدی. شما الان یه انتخاب داری، یا ادامه میدی به این روش قبلی که فکر رو به عنوان بخشی از هویتت میپذیری، یا تغییر میدی و فکر رو به عنوان یه رویداد جدا از هویتت میشناسی. شما الان یه انتخاب داری، این انتخاب رو بکن، این انتخاب رو همین الان بکن، نه فردا، نه پس فردا، نه وقتی که حالتم بهتر شد، همین الان. شما الان یه انتخاب داری، شما الان یه قدرت داری، شما الان یه ابزار داری. این ابزار رو استفاده کن، این ابزار رو تکرار کن، این ابزار رو به یه عادت تبدیل کن. فصل 3. سومین قدم. فکر مثل آتشه. اگر چیزی بهش ندی خاموش میشه. عادت ما اینه که با قضاوت، تحلیل، نگرانی و تمرکز فکر رو تغذیه میکنیم و بعد میگیم چرا نمیخوابم؟ وقتی متوجه فکر بیپایان شدی، 3 کار نکن. قضاوت نکن، تحلیل نکن، بهش انرژی نده. فقط باشه. اجازه بده وجود داشته باشه، مثل صدای باران یا ماشین ها. اینجا دیگه نیاز به تکنیک نیست، فقط نیاز به تصمیم داری. دیگه نمیخوام به این فکر انرژی بدم. این تصمیم ساده شروع پایان باطلاقه. شما الان اینجا نشستی تا یاد بگیری چطور از این دام بیرون بیای. نه برای اینکه فکر کنی بیشتر، نه برای اینکه تحلیل کنی عمیق‌تر، نه برای اینکه نگرانی رو به شکل بهتری تکرار کنی. اینجا هستی تا یاد بگیری چطور دست برداری، چطور نبینی، چطور نشنی، چطور نرو بعد فکر. این سومین قدمه و این یکی سخت‌ترین قدمه، چون اینجا دیگه نمیتونی به تکنیک، تنفس یا تمرین تکیه کنی. اینجا فقط یه چیز مهمه، تصمیم تو، فقط یه چیز، انتخاب تو. تو تمام عمرت عادت کردی به فکر انرژی بدی. وقتی فکری اومد، تمرکز کردی رویش. وقتی نگرانی شروع شد، بهش گوش دادی. وقتی تحلیل شروع شد، رفتی داخلش. این کارایی که کردی. این عادته. این الگوه. و حالا میخوای چیز دیگه اتفاق بیفته. میخوای بیرون بیای، پس باید یه چیز رو متوجه بشی. فکر مثل آتشه. اگر چیزی بهش ندی خاموش میشه. اگر بهش نگاه نکنی، اگر بهش گوش ندی، اگر بهش انرژی ندی، خود به خود میمیره. این قانون طبیعته. این قانون ذهن. اما شما الان میپرسی چطور؟ چطور نبینم؟ چطور نشنوم؟ چطور نرو بعدش؟ اینجا دیگه نیاز به توضیح نیست، نیاز به تمرین نیست، نیاز به تکرار نیست، نیاز به تصمیمه، فقط تصمیم. تصمیم اینه که دیگه نمیخوام به این فکر انرژی بدم. این همون لحظه‌ایه که داری انتخاب میکنی، نبینی، نشنی، نرو بعدش. یه مثال ساده بزنم. فرض کن یه روز بارون میاد. صدای بارون روی شیشه میشنوی. یه لحظه توجه میکنی، ولی بعدش برمیگردی به کارت. نمیپرسی چرا بارون میاد، نمیپرسی چقدر طول میکشه، نمیپرسی چه معنی داره. فقط صدا میاد، میمونه یه مدت، بعد میره. اینطور نیست؟ اینطوره. اما وقتی فکر میاد، چی میکنی؟ توجه میکنی، شروع میکنی به گوش دادن، شروع میکنی به دنبالش رفتن. این کار نیست، این عادته، این الگوه و این همون چیزیه که باید متوقف بشه. وقتی فکری اومد، اولین کاری که نباید بکنی اینه که قضاوت کنی. نگی این فکر بدیه، نگی این فکر درست نیست، نگی این فکر منو به هلاکت میکشه. قضاوت کردن یعنی توجه کردن، یعنی انرژی دادن، یعنی به آتش چوب اضافه کردن. قضاوت نکن، فقط بذار باشه، فقط بذار وجود داشته باشه. دومین کاری که نباید بکنی اینه که تحلیل کنی. نپرس چرا این فکر اومد، نپرس این فکر چه معنی داره، نپرس این فکر به چه چیزی اشاره میکنه.
تحلیل کردن یعنی عمق بخشیدن، یعنی رفتن داخل، یعنی گم شدن در باطلاق. تحلیل نکن، فقط بذار باشه، فقط بذار بیاد، بذار بمونه، بذار بره. سومین کاری که نباید بکنی اینه که بهش انرژی بدی. انرژی دادن یعنی تمرکز کردن، یعنی نگران شدن، یعنی بهش گوش دادن، یعنی دنبالش رفتن. انرژی نده، فقط بذار باشه، فقط بذار وجود داشته باشه. مثل صدای باران، مثل صدای ماشین‌ها، مثل وزش باد. این 3 کار رو نکن، قضاوت نکن، تحلیل نکن، انرژی نده، فقط باشه، فقط بذار وجود داشته باشه. این اینجا نیست که بحث کنی، نیست که تحلیل کنی، نیست که تصمیم بگیری. این اینجاست که دست برداری، که نبینی، که نشنی، که نرو بعدش. اما شما الان میگی ولی من نمیتونم نبینم، من نمیتونم نشنوم، من نمیتونم نرو بعدش. بله، دقیقاً همینطوره، چون عادته، چون الگوه، چون هزاران بار تکرار شده. اما الان میخوای تغییر کنی، میخوای بیرون بیای، پس باید یه چیز رو قبول کنی. تو نمیتونی کنترل کنی که فکر بیاد یا نیاد، اما تو میتونی کنترل کنی که بهش انرژی بدی یا ندی. این انتخاب توئه، این قدرت توئه، این آزادی توئه. یه مثال دیگه، فرض کن تو خیابون راه میری، یه نفر از کنارت میگذره و یه چیزی میگه. ممکنه حرفش بی‌معنی باشه، ممکنه حرفش توهین‌آمیز باشه، ممکنه حرفش درباره تو باشه. تو چه کار میکنی؟ میتونی برگردی، میتونی جواب بدی، میتونی فکر کنی بهش، میتونی ناراحت بشی، میتونی نگران بشی، یا میتونی ادامه راه بدی. فقط ادامه راه بدی، بدون جواب دادن، بدون توجه کردن، بدون انرژی دادن. این انتخاب توئه، این قدرت توئه، این آزادی توئه. فکر هم همینطوره. فکر هم از کنارت میگذره، یه چیزی میگه. ممکنه حرفش بی‌معنی باشه، ممکنه حرفش ترسناک باشه، ممکنه حرفش درباره آینده باشه، ممکنه حرفش درباره گذشته باشه. تو چه کار میکنی؟ میتونی برگردی، میتونی جواب بدی، میتونی فکر کنی بهش، میتونی نگران بشی، میتونی تحلیل کنی، یا میتونی ادامه راه بدی، فقط ادامه راه بدی، بدون جواب دادن، بدون توجه کردن، بدون انرژی دادن. این انتخاب توئه، این قدرت توئه. اما شما الان میگی اما من نمیتونم ادامه راه بدم، من نمیتونم نبینم. بله، دقیقاً همینطوره، چون عادته، چون الگوه، چون هزاران بار تکرار شده. اما الان میخوای تغییر کنی، میخوای بیرون بیای، پس باید یه چیز رو قبول کنی. تو نمیتونی کنترل کنی که فکر بیاد یا نیاد، اما تو میتونی کنترل کنی که بهش انرژی بدی یا ندی. این انتخاب توئه، این قدرت توئه، این آزادی توئه. یه مثال دیگه، فرض کن تو خیابون راه میری، یه نفر از کنارت میگذره و یه چیزی میگه. ممکنه حرفش بی‌معنی باشه، ممکنه حرفش توهین‌آمیز باشه، ممکنه حرفش درباره تو باشه. تو چه کار میکنی؟ میتونی برمیگردی، میتونی جواب بدی، میتونی فکر کنی بهش، میتونی ناراحت بشی، میتونی نگران بشی، یا میتونی ادامه راه بدی، فقط ادامه راه بدی، بدون جواب دادن، بدون توجه کردن، بدون انرژی دادن. این انتخاب توئه، این قدرت توئه. اما شما الان میگی اما من نمیتونم ادامه راه بدم، من نمیتونم نبینم، من نمیتونم نرو بعدش. بله، دقیقاً همینطوره، چون عادته، چون الگوه، چون هزاران بار تکرار شده. اما الان میخوای تغییر کنی، میخوای بیرون بیای، پس باید یه چیز رو قبول کنی. تو نمیتونی کنترل کنی که فکر بیاد یا نیاد، اما تو میتونی کنترل کنی که بهش انرژی بدی یا ندی. این انتخاب توئه، این قدرت توئه، این آزادی توئه.
این سومین قدمه. این قدم این نیست که یاد بگیری چطور فکر کنی. این قدم اینه که یاد بگیری چطور دست برداری، چطور نبینی، چطور نشنی، چطور نرو بعد فکر. این قدم اینه که متوجه بشی فکر مثل آتشه. اگر چیزی بهش ندی خاموش میشه. شما الان اینجا نشستی تا یاد بگیری چطور از این دام بیرون بیای. نه برای اینکه فکر کنی بیشتر، نه برای اینکه تحلیل کنی عمیق‌تر، نه برای اینکه نگرانی رو به شکل بهتری تکرار کنی. اینجا هستی تا یاد بگیری چطور دست برداری، چطور نبینی، چطور نشنی، چطور نرو بعد فکر. این سومین قدمه و این یکی سخت‌ترین قدمه، چون اینجا دیگه نمیتونی به تکنیک، تنفس یا تمرین تکیه کنی. اینجا فقط یه چیز مهمه، تصمیم تو، فقط یه چیز، انتخاب تو. این تصمیم ساده شروع پایان باطلاقه. فصل 4. چهارمین قدم. شما الان دقیقاً در همان نقطه‌ای هستید که فکر می‌کردید نمی‌تونید ازش عبور کنید. نه به خاطر ضعف، نه به خاطر شرایط، نه به خاطر دیروز یا فردا. شما الان اینجام و این یعنی هنوز فرصت دارید. فرصت برای اینکه یه انتخاب دیگه داشته باشید. یه راه دیگر رو انتخاب کنید. این فصل درباره همین انتخابه. انتخاب بین ادامه دادن به باطلاق یا قطع کردن ارتباط و بازگشت به لحظه. شما وقتی وارد باطلاق فکر میشید، دیگه دارید در گذشته یا آینده زندگی میکنید، نه الان. فکر شما داره درباره دیروز تحلیل میکنه، درباره اشتباهات، درباره حرفهایی که نباید میگفتید، درباره کارهایی که نباید میکردید. یا شاید داره درباره فردا نگرانی میکنه، درباره اینکه چه اتفاقی میفته، چه کسی چی میگه، چطور میتونید جلوی شکست رو بگیرید. این دو طرف یه سکند، هر دوتا از حال حاضر دورتون میکنن و حال حاضر تنها جاییه که شما واقعاً میتونید کنترل داشته باشید. شما الان نفس میکشید، اینجا، الان. این تنفس یه حرکت نیست که بخواید تحلیلش کنید. این یه واقعیته، این یه ابزاره و این تنها چیزیه که فکر نمیتونه همزمان باهاش حضور داشته باشه. وقتی شما روی تنفس متمرکز میشید، فکر متوقف میشه. نه برای همیشه، فقط برای یه لحظه و این لحظه کافیه. کافی برای اینکه یه نفس عمیق بکشید، یه قدم بردارید، یه انتخاب دیگه داشته باشید. شما نمیتونید فکر رو متوقف کنید، اما میتونید توجه رو عوض کنید و این تفاوت بزرگه. شما وقتی به فکر میگید بسه، اون موقع دارید باهاش میجنگید و اون همیشه برنده میشه. اما وقتی به توجه میگید برو اینجا، اون موقع شما دارید رهبری میکنید و این یه قدرته. تمرین عملی این فصل رو با خودتون میبرید. از این لحظه به بعد هر وقت احساس کردید وارد باطلاق شدید، هر وقت حس کردید فکر شروع به تکرار کرده، هر وقت احساس کردید دارید از حال حاضر دور میشید، بلافاصله تنفس رو شروع کنید. 3 نفس، نه بیشتر، نه کمتر، دقیقاً 3. اولین نفس. بینی رو باز کنید، نفس عمیقی بکشید، تمام هواج ممکن رو داخل ریه ها بفرستید. بهش اجازه بدید تا شکم رو پر کنه، قفسه سینه رو بالا ببره، شونه ها رو باز کنه. و بعد دهان رو باز کنید و تمام هوا رو خارج کنید، کاملاً تا آخرین ذره. هنگام بازدم به نفس فکر کنید، به صداش، به احساسش، به حرکتش، فقط به نفس، نه به فکر، نه به دیروز، نه به فردا، فقط نفس. دومین نفس، باز هم بینی، باز هم عمیق، باز هم پر کردن. اما این بار وقتی نفس رو بیرون میدید، یه شمارش در سر داشته باشید، از 1 تا 5.
هر دفعه که نفس بیرون میاد، یه عدد بشمرید. 1، 2، 3، 4، 5 و دوباره از اول. این شمارش یه لنگره، اون رو نگه دارید. وقتی فکر آمد به شمارش برگردید. فقط شمارش، فقط نفس. سومین نفس، این آخرین نفسه. این یه نفس تثبیته، یه نفس برای قطع کردن مدار. نفس رو بکشید، نگهش دارید و بعد آروم آروم بیرون بدید. این نفس یه پایانه و یه شروع. وقتی آخرین ذره هوا از ریه ها بیرون میاد، شما دوباره اینجام، در لحظه، در حال حاضر، در قدرت. این تمرین رو هر روز تکرار کنید، نه وقتی که باطلاق شدید بود فقط، اون وقت دیره. این رو هر روز انجام بدید، صبح، ظهر، شب، قبل از هر تصمیم مهم، قبل از هر گفتگوی سخت، قبل از هر لحظه‌ای که احساس می‌کنید فکر داره تسلیم شما میشه. 3 نفس، فقط 3. شما نمیخواید فیلسوف بشید، نمیخواید روانشناس بشید، نمیخواید تحلیل‌های پیچیده بزنید. شما فقط میخواید آزاد باشید. و آزادی الان شروع میشه، نه فردا، نه وقت شرایط بهتر بشن. الان، در میانه شلوغی، در میانه استرس، در میانه هرج و مرج. شما الان میتونید یه نفس عمیق بکشید و انتخاب کنید. یادتون باشه، شما نمیتونید کنترل کنید که فکر چه وقت بیاد، اما میتونید کنترل کنید که توجه چه وقت برود و این تفاوته. این تفاوت بین شکست و مقاومت، بین گم شدن و پیدا کردن، بین باطلاق و لحظه است. شما الان دارید میخونید. این کلمات روی صفحه هستند. شما دارید نفس میکشید. این واقعیته. بقیه همه چیز فقط فکره، فقط صدا، فقط تصویر، فقط دیالوگ. اونا واقعی نیستند، اما شما واقعی هستید و نفس شما واقعیه و لحظه واقعیه. شما یه انتخاب دارید. میتونید ادامه بدید به دویدن توی همون مدار. میتونید ادامه بدید به تحلیل کردن، نگرانی کردن، مقایسه کردن. یا میتونید یه نفس عمیق بکشید و بگید کافیه. این انتخاب شماست. شما مال خودتون هستید. نه مال فکر، نه مال دیروز، نه مال فردا. شما الان مال خودتون هستید. و اینجا یه نکته مهم دیگه هست. شما نیازی به اجازه ندارید، نه از خودتون، نه از کس دیگه. شما نیازی به تایید ندارید که لحظه رو انتخاب کنید. شما نیازی به توجیه ندارید که تنفس رو جایگزین فکر کنید. شما فقط باید انجامش بدید. مثل اینکه یه دستمال بردارید وقتی دستتون خیس هست. مثل اینکه یه قدم برید وقتی فضای داخلی تنگ شده. مثل اینکه یه لیوان آب بنوشید وقتی تشنه‌اید. این نیازه. این منطقی یا غیر منطقی نیست. این یه نیازه. شما الان دارید به یه ابزار دسترسی دارید. یه ابزار که همیشه با شما بوده. تنفس. این ابزار همیشه در دسترس بوده، ولی شما ترجیح میدادید بهش فکر نکنید. ترجیح میدادید بهش بگید کوچکه، ساده است، اثر نداره. اما حقیقت اینه که مهمترین چیزها همیشه ساده‌اند. مهمترین چیزها همیشه ساده‌اند. توی بالاترین قفسه نیستند. توی کتاب‌های سنگین نیستند. مهمترین چیزها الان، اینجام، در دست شما، در نفس شما، در لحظه. شما الان دارید میخونید و این یعنی هنوز فرصت دارید، هنوز امید دارید و این یعنی میتونید تغییر کنید. فقط کافیه 3 نفس بکشید. فقط کافیه یه بار به لحظه برگردید. فقط کافیه یه بار به خودتون بگید من الان اینجام و این کافیه.